سلام ارادت. امروز میخوام در مورد 6 تا از افزونه‌های گوگل کروم صحبت کنم که میتونن تو وبگردیامون خیلی مفید و کاربردی باشن و در نهایت وبگردی رو برای ما خیلی آسونتر و لذت بخشتر کنن. من علیرضام و بریم که با هم دیگه بدون فوت وقت کارمون رو شروع کنیم. خب من مرورگر گوگل کروم خودم رو باز کردم. برای اینکه بتونیم یک افزونه رو به مرورگرمون اضافه کنیم فقط کافیه که روی این منو کلیک کنیم، بیایم رو اکستنشن و ویزیت کروم وب استور رو انتخابش کنیم. داخل خود این صفحه هم یک سری پیشنهادات به ما میده که میگه میتونید این افزونه ها رو نصبشون کنید. اولین افزونه این که خیلی میتونه کاربردی باشه، مخصوصا برای ما ایرانی‌ها که خب در اغلب اوقات از VPN مجبوریم استفاده کنیم و به خاطر امنیت همون VPN ها تو اغلب اوقات ربات تشخیص داده میشیم. در مواقعی که صفحه کپچه ها باز شد این افزونه خودش میاد و اون معماها رو به صورت خودکار حلشون میکنه. بریم اول اضافهش کنیم به مرورگر، بعد هم یه تستی ازش بگیریم. رو اد تو کروم کلیک میکنم و اد اکستنشن رو میزنم. خب دانلود و نصب شد. این آیکون برنامه است. بریم ازش یه تست بگیریم. من وارد این سایت شدم. برای اینکه بتونیم کپچای خودمون رو تست بگیریم میتونیم از این سایت استفاده بکنیم. من یه رفرش بکنم و الان بهش میگم من ربات نیستم. خب میبینیم که خودش داره حلشون میکنه. و خودش هم رو کلمه وریفای کلیک کرد. میتونه خیلی خیلی افزونه مهم و کاربردی باشه برامون. افزونه بعدی اسمش فیک فیلره. کاربردش هم اینه که موقعی که مثلا ما نمیخوایم به هر دلیلی اطلاعات واقعیمون رو وارد کنیم، حالا توی یه ثبت نام ها مثلا، فقط کافیه که روش یه بار کلیک کنیم این خودش میاد و با یه اطلاعات فیک فیلدها رو پرشون میکنه. بریم که اول از همه این رو به مرورگرمون اضافهش کنیم و بعد هم یه تست ازش بگیریم. خب افزونه دانلود و نصب شد. بریم که با هم دیگه داخل یه سایت ازش تست بگیریم. فرض کنید که وارد چنین سایتی شدیم و ازمون اطلاعات هویتیمون رو میخواد و ما اعتماد لازم رو به این سایت نداریم، نمیخوایم که اطلاعات واقعیمون رو بهش بدیم. فقط کافیه که یک بار روی این کلیک کنیم و این خودش میاد برامون کامل فیلترها رو پرشون میکنه. یکی از چیزهای خیلی خوبی هم که این اکستنشن داره اینه که حتی کریدیت کارت رو هم خودش پر میکنه و این میتونه یک پوان خیلی مثبتی برای این افزونه باشه. افزونه بعدی که به احتمال خیلی زیاد اسمش رو شنیدین و حتی نصبش کردید گوگل ترنسلیت که خب کارش ترجمه زبان هستش. من این افزونه رو نصبش میکنم و میخوام تو سایت ویکی‌پدیا ازش استفاده کنم. خب من داخل صفحه ویکی‌پدیا بازیگر مورد علاقم کیانا ریوز هستم و یه بیوگرافی تقریبا کاملی رو داریم به زبان انگلیسی میبینیم. من میخوام کل این صفحه با کمک گوگل ترنسلیت به زبان فارسی برام ترجمه شه. چطور میتونیم؟ فقط کافیه که روش کلیک سمت راست کنم،
آپشن رو بزنم و زبانی که قراره به زبان اصلی ما ترجمه بشه رو انتخاب بکنیم که خب ما فارسی رو انتخابش میکنیم. روی پرشن کلیک میکنم و سیو رو میزنم. صفحه رو میبندم. الان فقط کافیه روش یه بار کلیک کنم و بهش بگم Translate this page و کل صفحه رو برای من به زبان فارسی ترجمه کنه. میبینیم که از بالا تا پایین همه چیز به زبان فارسی برای ما ترجمه شد. اگر هم مثل من دوست دارید که تا روی کلمه یا روی پاراگرافی کلیک شد و همون لحظه به صورت پاپ آپ بیاد و ترجمهش رو بهتون بگه، فقط کافیه که رو گوگل ترنسلیت دوباره کلیک کنیم، آپشن رو بزنیم و این بار گزینه دومش رو فعال کنیم و سیو رو بزنیم و صفحه رو ببندیم. اینجا که نیازه یه بار دیگه صفحه رفرش بشه. خب الان میخوام بدونم که معنی کلمه پرفورمنس مثلا چیه. روش دوبار کلیک میکنم و اینجا به هم معنیشو در آن واحد میگه که به نظرم میتونه خیلی ابزار مفید و کارآمدی باشه. افزونه بعدی که یه افزونه ایرانی هستش و من خودم کلی دوستش دارم، اسمش از فونت آرا که با همدیگه بریم یه نگاه بهش بندازیم. من اگه بیام مثلا داخل هوم خودم یه گشتی بزنم، میبینید که همه چیز تر و تمیز و خیلی قشنگ نوشته شده و این از مشخصات خیلی خوب این فونت هستش و به نظرم وبگردی رو برای ما خیلی شیرین و لذت بخشتر میکنه این فونت. فونت بعدی که میخوایم باهاش آشنا بشیم تو حوزه گرامر زبان هستش و مخصوصا برای ما ایرانی‌ها که خب اغلب انگلیسیمون ضعیفه، به نظرم میتونه به شدت کمکمون کنه. بریم ما هم یه نگاه بهش بندازیم. خب این دفعه اومدیم داخل چنل این رفیقمون که تو حوزه کامپیوتر جزو خوبا هستش. میخوام زیر این ویدیو براش یه کامنت بذارم. مینویسم You are so perfect مثلا یا پرفکت مینویسم ببینم که پاسخش چیه. اینجا به من میگه که تو 3 تا ایراد داری داخل همین جملت. میگم باشه، رو همون پرفکت کلیک میکنم. به من میگه که پرفکت نیست، پرفکته. میگم اوکی، رو پرفکت کلیک میکنم. اینجا برای من زیر یو آر هم خط کشیده، روشون کلیک میکنم. به من میگه که منظورت یو آر به صورت شورت نیست، دوست داری به این شکل کنی؟ میگم آره، یو آر رو به این شکل برای من بنویس. باز از من ایراد میگیره. ببینم این دفعه ایرادش چیه. میگه که یویی که نوشتی و در ابتدای جمله باید با حروف بزرگ شروع بکنی. میگم اوکی، اینم به حروف بزرگ برام تبدیلش کن. میبینیم که اینجا از ما هیچ ایرادی رو نمیگیری و علامت تیک رو برای من زده. افزونه آخری که میخوام در موردش صحبت میکنیم مربوط میشه به یوتیوب که خب میدونیم خیلی وقتی که یوتیوب دکمه دیسلایکش رو برداشته و ما نمیتونیم تعداد دیسلایک ها رو ببینیم. اما خب با این افزونه میشه مجددا این قابلیت رو برش گردون. من میخوام مجددا رو این ویدیو داشتمون یه بررسی انجام بدم. من رفرش رو میزنم و میبینیم که در این حال که برای این داشتمون 12,000 نفر دکمه لایک رو زدم و رضایت رو داشتن از این ویدیو، 299 نفر هم بودن حالا بنابر سلیقه خودشون نظرشون مثبت نبوده. برای جاهایی که میریم میبینیم که یه ویدیویی ویو زیاد داره اما ما هر چقدر اون ویدیو رو سر و ته میکنیم میبینیم که هیچ نکته مثبتی از اون ویدیو ما پیدا نکردیم، اما خب ویو زیاد خورده، لایک زیاد خورده. این دیسلایک میتونه به ما کمک کنه که واقعا متوجه بشیم کسایی که قبل از ما اون ویدیو رو تماشا کردن
چقدر رضایت داشتن از کیفیت اون ویدیو. خب ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه شما هم افزونه خوبی رو میشناسید میتونید تو کامنت ها برام بنویسین تا من و بقیه هم ازش استفاده کنیم. تا یه ویدیوی دیگه شاد و سربلند باشید.